Anthoy şäheri nähili bir şäher we bu şäherde gaýsy milletler ýaşaýar? Bu barada biz size giňişleýän maglumat bermek için, eger maglumatymyz göwnüňize ýarasa, köpçilik bilen paýlaşmany ýatdan çykarmaň. Anthoy şäheri Afganistanyň Faryab welaýatynyň iň muhim şäherleriniň biridir. Anthoy şäherine jografia taýdan seredenmizde, Demirgazyk tarapynda Türkmenistanyň Lebap welaýaty ýerleşen, Gündoğur tarapynda Jowdujan welaýaty ýerleşen, Demirgazyk Günbatar tarapynda Gorgon uluswarlygy ýerleşen we Günorta tarapynda bolsa Döwletabad uluswarlygy ýerleşipdir. Anthoy şäheri Faryab welaýatynyň 14 uluswarlygynyň arasynda 1400-nji hijri şämsi ýylynda ila sany 47857 kişi bolup, iň köp nüfusly uluswarlyklaryň biridir. Onuň meýdany 381 kilometrden ibaretdir. Häzir İslam emirligi bütün ýurt içinde şäherleri gözelleşdirmek we abadallaşdyrmak üçin uly mümkinçilikleri halkyň ihtiýaryna goýupdyr. Anthoy şäheri geçen ýyllara garanda häzir İslam emirliginiň gaýtadan hakimiýetlige geçenden bäri güni saýyn gözelleşýär we ösýär. Biz hem bu barada Anthoy şahrwalygy bilen gepleşik taýýarladyk. Tomaş ediň. Bismillahirrahmanirrahim. İsmi Damlatullah Karimi. شهردار اندخوی. بسیار خوب. شاروال صاحب چند سال می شود که به حیث شهرداری اندخوی ایفای وظیفه می کنید؟ ما حدوداً بیشتر از 2 سال می شده اینجا ایفای وظیفه به حیث شاروال ایفای وظیفه می نمایم. چقدر مدت می شود که به بازسازی شهر اندخوی دست نهادید؟ از روزی که به شهرداری تعیین شدیم بعد از او الحمدلله کار شروع کردیم دیگه. بسیار خوب. چند پیش از شهر اندخوی تا حال بازسازی شده؟ اندخوی از لحاظ تجارتی و دوکاکی الحمدلله تقریبا یک 60-70% مکمل 3 منزله و 4 منزله آبادی شده الحمدلله. مصارفی که به بازسازی اندخوی مصرف می شود از کدام مرجع؟ مصارفاتی که هزینهش از طرف شهرداری هم صورت گرفته و از طرف مردم هم. اون ملکیت ها و مارکیت هایی که شما مشاهده میکنین اطراف شهر و اطراف شهرداری، اینا مربوط به شهروالی میشه. اینا را به هزینه خود شهروالی جور شدگی است و بعضی دکان هایی که شخصی است اونا را به تشویق شهرداری اونا الحمدلله خودشان به هزینه خودشان مصرف کردگی است. چوکایی که در چهارراهی‌ها ایجاد شده از کدام بودجه بازسازی شده؟ چوک و چهارراهی‌ها که جور شده الحمدلله اینا با کوشش و تشویق شهروالی اونا را پیدا کردیم و بعد از اونا به هزینه مالی خودشان جور کردن. تا حال در اندخوی چند چوک جور شده و ساخت و ساز چوک ادامه هم داره یا نه و مصارفش از کجا پرداخت شده؟ ما تصمیم گرفتیم 4 اطراف چوک مرکزی اندخوی 4 باب چوک جور بکنیم. از این جمله چوک یما پترول و چوک زیایی گروپ تکمیل شده و سمت غربی و سمت شمالی به نام چوک عبدالصمد معلم او شروع شده، کار سرش جریان داره و چوک سرخی زاده سمت شمال که هسته و انشالله نزدیکترین وقت کار شروع میشه. بسیار خوب. شاروال صاحب، از وقتی که وظیفه شهرداری را پیش میبرین حالا خارج از شهر هم در قریجات تغییر نقشه به وجود آمد یا خیر؟ ما الحمدلله 60-70 سال بوده که ایجاد شهرداری و نقشه‌ای که از او وقت آمدگی است تا بال سرکا کشیده نشده، تطبیق نشده بوده. ما الحمدلله 7-8 قریه را سرکاش کشیدیم. از او طرف نقشه پلان شهری را باقالخانه، خراطخانه، قصابخانه و عطارخانه و چرمگرخانه این طرف ها را بسته که سرکاش کشیدیم و الحمدلله اینالی یک چند روز بعد فقط سرک میمنه سمت غربیش سرجنگ باغ این طرف ها را سرکاش کشیده میشه و فعلا در خود
تواچی کلان خوردم کار جریان داره، اونجا هم نقشه تطبیق میشه انشالله. به خاطر زیبایی و روشنایی شهر در آینده کدام برنامه هم داریم؟ الحمدلله این چراغای زینتی یا تنویر سر سرکا که هسته از طریق بودجه خود شهرداری ایجاد شده که هست. تقریبا حدود 500 پایه تنویر جور شده و در آینده مزید کدم انشالله زینتی تر خواهد شد. ما اینجا نیازی گروپ که هست و را یک تنویر زینتی فرمایش دادیم سر پول سمت شبرغان. انشالله او هم نزدیکترین فرصت تا عید تکمیل خواهد شد و یما پترولا چراغای زینتیش هم ما شروع میکنیم تا عید انشالله تکمیل کنیم. شاروال صاحب، از شما خیلی سپاسگزار هستم که به ما وقت دادین. در آخر برنامه هم رسیدیم. کدام پیامی اگر به همشهریان اندخوی داشته باشید؟ پیام آخری ما ای است که اداره شهرداری در دولت امارت اسلامی و دولت‌های قبلی هم که بودی قسمی است که مثلا از خزانه و بودجه دولت به اینجا کدام پول هزینه نمیآید. فقط هزینه شهرداری قسمی است که مثلا یگان تا صفایی تحویل میکنه، یگان تا کرایه دکان و اینمی قسم چیزا به اکانت شهروالی جمع میشه و از اکانت شهروالی باز به شهرها مصرف میشه. ایرا وطندارا که هستن کلن صفایی و کرایه هر چیزی که به شهروالی تحویل میشه ایرا بسیار به خوشحالی بیان تحویل بکنن، چون که به شهر خودشان پس مصرف میشه. این کدام بودجه دولت بیرون نمیره. انشالله مردم ها را که از طرف شهرداری کدام پیام یا کدام دستور که هدایت که آمد او را انشالله همراه شهروالی همکار باشن، هم نظر باشن و مثلا کدام جایایی که تخریب میشه او را به تخریبش همکار باشن، کدام جایایی که نوسازی میشه او را نوسازیش همکار باشن و دیگه به خاطر نظم شهری هموطنای عزیز بسیار محتاط باشن، چون که موترا زیاد سرایا را ما لوحه هم زدیم سرش که پارکینگ موتر و ریکشا هسته. زیاد همشهری های ما سر سرکا شولدر سرکا موتر و ریکشا استاد میکنن یا دست فروش ها زیاد خرابی دارن. اونا را پیام ما ای است که ما را زیاد به تکلیف نکنن، خود به خود به نظم شهر همکار باشن. Xo'p, aziz do'stlar, mana size Sharval Said bilan ko'rkazan gaplashishimiz ham shulardan iborat. Inshaalloh har bir vatandoshimizdan istiyor Sharval Saidning aytishlari shekilli. Ya'ni farsida aytdiki, shahrima xonayma. Ya'ni shu shahri o'z uyiyan fikr edib, inshaalloh shuning obodligida, osudaligida hammasi o'z elining elyon zahmatlarini o'rtaga qo'ysalar. Sharval Said sizdan bir dunyo minnatdor, bizni qiymatli vaqtingizni qo'yganingiz uchun inshaalloh kelajakda ham yana ishlaringizni istiqbolingizga sog' bo'ling. در سطح ولسوالی اندخوی افراد و اشخاص در بخش‌های قلم، فرهنگ، علم، دانش، تجارت، زراعت، مالداری در همه بخش این مردمای ما مردم وارد هستند. ما مردم تقاضا داریم از تجارت پیشه های خود، کارگرهای خود، مسئولین اصنافی که در همه بخش کار میکنن کوشش کنن در سطح ولسوالی اندخوی نمای شهر و ارتقای ظرفیت اقتصاد خود بالا ببرند. در ضمن از ادارات دولتی امارات اسلامی افغانستان تقاضا داریم ولسوالی چهارگانه اندخوی بلکه زیادتر کوشش کنند که ولسوالی چهارگانه اندخوی ارتقا بدن به یک ولایت. یک تعداد جوانای ما اهل قلمای ما خانه‌نشین هستند، فارغین لیسانس هستند، دکترا دارن. ما امیدوار هستیم که برای اینا یک وظیفه جدی پیدا شود، وظیفه پیدا کنند به حال مردم خود خدمت کرده بتانند. باز هم ما از ادارات دولتی که در سطح ولسوالی اندخوی قرار دارم، چه ولسوال صاحب باشه، شاروال باشه، نیروهای امنیتی باشه که استخبارات است، کماندانی امنیه ولسوالی اندخوی است، از اینا من راضی هستم. کوشش کنند
به خاطر بلند بردن نمای شهر خود یعنی ولسوالی اندخوی کوشش کنن که تقاضای ما امی است که اینا هم پیشنهاد خود در ادارات دولتی که اینا ریزرو است به بالا پیشنهاد کنن که ولسوالی اندخوی به یک ولایت تبدیل شود. السلام علیکم. من عبدالصبور نیازی بودم. من شهادت دیکن الان مرتسه شکر من رشد اندخوی اول من بعدم رشد مارکت شکر خدا خوب yaxshi. Xudoga savdolarim ko'p yaxshi, Imorat Islomiy tarafdan Xudoga shukr, ulardan ham ko'p xo'shlik bildiriyoruz ki shul azadan ham merdim geçti guzar edip biliyor, azadan ham merdim geliyor gidiyor. Xudoga shukr, savdolar uzalqadan ham taraqqiy eden ko'pdan ko'p minnatdorlik ediyoruz Imorat Islomiy tarafdan ham ko'pdan ko'p. Bismillahirrahmanirrahim. Benim adım Şemsullah. Taxallusum Tahiri. Men Qanşaraq Ulusvalığından Qarayeviç tüfesinde zindigilik etjon. Men özüm naqqaş, şu yerdə tablo deydim, aşağım üye yapıştırılan zatlar şurada çiziyon. Şəhərvar sayıtlarım cida xoş bizler, mən şu çemenin arasında diyen şu seren arasında bizler şu tablo bitib otuyor, şuna icazə verib otuyorlar. Şəhərvar sayıtlarım bir cahan minnetdarlıq bildiriyor.